نمیشه بگیم چون اشتباه یاد گرفتیم. به نام خدا. حالتون چطوره؟ سلام عرض میکنم. در وزن 180 کیلوگرم به وسعت ایران، به وسعت جهان، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خیلی خوش اومدین. حسین هستم به همراه بنیتا خانوم. خیلی خوش اومدین به کانال فاکتور فالس. ما در زندگی روزمره با بسیاری از موارد سر کار داریم که درباره اونها اشتباه فکر میکنیم. چون اشتباه یاد گرفتیم، یا ممکنه والدین و یا معلم ها به ما اشتباه آموزش داده باشن. چند موردی که در تمام عمر درباره اونها اشتباه فکر میکردیم و میخوام بهتون بگم. حاضرین؟ کمربندها رو ببندین. ببند. 1 2 3 بزن بریم. تا به حال فکر کردین که چرا بستنی ها در تبلیغات آب نمیشن؟ شرکت ها در تبلیغاتشون از یه نوع بستنی جادویی استفاده میکنن که اصلا آب نمیشه. در واقع اونا اصلا بستنی استفاده نمیکنن. خب چی استفاده میکنن؟ پوره سیب زمینی رنگی به اضافه کمی پودر قند و چربی برای فریب دادن مردم. این پوره ها زیر لامپ های داغ آب نمیشن و تو عکس ها بهتر به نظر میرسن. مالی ما فکر میکنیم که نخل ها درخت هستند. چون همیشه به نام درخت نخل اونا رو میشناسیم، اما اونا در واقع نوعی علف هستن. علف تنه درخت، بازم میگیم ما خودمونم میگیم درخت. تنه نخل هیچ پوستی نداره و بیرون و درون اون یکیه و حلقه های زیر تنه هم وجود نداره. این دو موردی که گفتم از موارد اصلی شناخت درخت هستش. بنابراین درخت نامیدن نخل درست نیستش، چون در دسته درخت ها قرار نمیگیره و از نظر علم کشاورزی میشه و علم زمین شناسی و نورون شناسی و فیزیک فیزیوژیوتپه‌ای، این نخل درخت نیست، علفه. میدونی یعنی چی؟ یعنی خرما محصول یه علفه. وای من دیگه خرما نمیخورم. بنیتا خانوم هستن. بعضیا معتقدن اگه به آب نمک اضافه کنی زودتر به جوش میاد، اما آزمایش‌های انجام شده ثابت میکنه نمک تفاوتی ایجاد نمیکنه، چون مقدار نمکی که ما اضافه میکنیم معمولا کمه، 1 قاشقه 2 قاشقه، در کل کمتر از 3 قاشقه، که این مقدار تأثیری ندارد. اما اگه به مقدار زیاد یه گونه آب اضافه نمک اضافه کنیم به آب، اون موقع تأثیر داره در جوش آب. در کل این مقدار نمکی که اضافه میکنیم به آب داخل قابلمه هیچ تأثیری در جوش اومدنش نگنگه. نیا کن، دوربین نیا کن. در درس جغرافی یاد گرفتیم که اورست بلندترین کوه روی زمین است. اوکی؟ اما این در صورتی درست است که ارتفاع اورست را از سطح دریا، از روی دریا در نظر بگیریم. در غیر این صورت کوه بلندتری به نام ماونا کیا وجود دارد. قسمت اعظم این کوه زیر دریاه. اما اگه کل ارتفاع اون رو در نظر بگیریم از اورست بلندتره. در نتیجه اورست بلندترین کوه روی خشکی است، نه بلندترین کوه روی زمین. نبینم دیگه بگیم بلندترین ها. بلندترین بعدا با هم صحبت کنیم. چه جالب بود نه دخترم؟ پس منو بوس کن. منم بوس کنم. استرس عامل سفیدی مو نیست. فولیکول های مو برای موهای ما رنگ تولید میکنه که با افزایش سن مقدار این فولیکول ها کم میشه. بنابراین بعد از اینکه مو چرخه طبیعی رشد خود را طی کند و دوباره تولید بشه، چون هر دفعه مو میریزه دیگه ما نمیبینیم، اما مو میریزه دوباره در میاد. این روند تکرار میشه. هر دفعه که این چرخه تکرار میشه در دوره بعد رنگ کمتری و فولیکول ها میتونن بسازن. در نتیجه استرس عامل سفیدی مو نیست، اما استرس باعث میشه که موهای ما سریعتر
بریزه. خیلی دارم اطلاعات در اختیارات قرار میدم. اینجا اتاق اطلاعات دنیاست. واو. آهانده؟ آهانده. تصور اشتباه درباره کلم بروکلی. نصف مردم جهان بروکلی را با طعم تلخ میشناسن و عقیده دارن که کلم بروکلی ها تلخ هستن. این افراد نوعی جهش ژنتیکی داشتن. در آزمایشات فراوان همین کلم بروکلی های تلخ به افرادی که جهش ژنتیکی نداشتن داده شده و از نظر اونا اصلا تلخ نبوده. جل الخلاقیت خداوند خالق. بفرمایید. شما جهش ژنتیکی نداری، اما بابا حمید میگه تلخه. بابا حمید جهش ژنتیکی داره. ما بریم بیمارمون رو درمان کنیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. امیدوارم لذت برده باشین. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خیلی مواظب خودتون باشین. همدیگر رو دوست داشته باشین. خدافظ. خدافظ.